بله عزیز من، زندگی که همش قربانت بروم و فدایت بشوم و برایت بمیرم نیست. زندگی که همش عشق و لبخند نیست. ایامی مساعد و به کام نیست. زندگی در سختی ها و مشکلات دوام آوردن ها و کم نیاوردن ها و ادامه دادن هاست. زندگی هوای همراه داشتن و برای هم تلاش کردن و از خود گذشتن هاست. نمی شود که بگویی دوستت دارم و آرامشش را بگیری، بگویی قربانت بشوم و مراقبش نباشی، بگویی برایت می میرم و برای رفاه و راحتیش قدمی بر نداری و اتفاقاً ایجاد کننده مشکلات و اندوهش باشی. فقط خودت را ببینی، فقط خودت را در نظر بگیری و فقط به نفع خودت اعتراض کنی. بله عزیزم، زندگی که همه اش آرام و هموار نیست. فکر میکنی میشود فقط به احساسات فکر کرد و هیچ چیز را در نظر نگرفت و پا روی پای انداخت و خوشبخت شد؟ فکر میکنی کسی به جز خودت مسئولیت تو را به عهده خواهد گرفت؟ کسی به جز خودت تو را خوشبخت خواهد کرد؟ فکر میکنی ای کاش و انشاءالله و ماشاءالله گفتن و هیچ کاری نکردن چرخ زندگیت به مراد خواهد چرخید؟ زندگی پیچیده تر از این هاست عزیز من. باید کمر همتت را محکم ببندی و برای هر گونه سختی و رنج و آسیبی آماده شوی و عزمت را محکم جذب کنی و وارد گود شوی و برای رویاهای خودت بجنگی و خودت زخمی شوی و خودت بیفتی و خودت خسته شوی و در آخر خودت برسی و آن وقت از رسیدنت عمیقاً و شدیداً لذت ببری. بله عزیز من.